با اندیشه شما همین تانک که همین جای ایستاده است رمزی چی است؟ چه اهمیتی دارد؟ این تانک رمز جنگ را دارد. جنگ را دارد در انگلیس‌ها. این رقم 201 که اونجا نوشته شده است با فکر شما چی اهمیت دارد؟ با فکر من این 201 دیویزه مسکو را جنگ مسکو را دارد و با فکر میکنیم که همین 201 یگان چست وای خمون میموندن بهتر میشه. با اندیشه شما همین تانکی که در اینجا گذاشته شده است رمزی چی است؟ با فکر من این رقم 21 رمز آن میباشد که بابا بیبی ما در جنگ بزرگی وطنی اشتراک کردن به خاطر آن میباشد و تا خاطر امان میباشد. به فکر من اینقدر. فکر میکنید اون رقم 201 چی را میفهمد؟ این رقم 201 دیویزیا یعنی که این 201 دیویزیا یعنی که این روسیه در تاجیکستان است. با هم خاطر وقتی که در وقتی سالهای سیوز که این دولت‌ها مثلا در سیوز بودن به همین خاطر رمزی 201 دیویزیا در این گذاشته شده است که یعنی در اون دور همین دولت‌ها مثلا تاجیکستان و مثلا روسیه و ازبکستان توانستند با ضد مثلا فاشیست مبارزه برند. با اندیشه شما این تانکی که در اینجا گذاشته شده است رمزی چی است و چی اهمیتی دارد؟ با عقیده من با فکر شخصی من البته شخص همین در همین جا همین مجسمه تاثیر افتاد با خاطر آن است که با خاطر گرامی داشتی بزرگ با خاطر گرامی داشتی همون شخصانی که در وقت جنگ بزرگ وطنی از طرف تاجیکستان رفته برآمد کرده بودند و یک دلیلی نشان داده بودند با خاطر گرامی داشتی همون جنگاوران جنگ بزرگ وطنی با فکر من گذاشته شده است. با اندیشه شما همین تانکی که در همین جا گذاشته شده است رمزی چی است؟ با اندیشه من این تانکی که در اینجا گذاشته شده است با فکر من که باباهای ما گذشتگان ما یعنی که در همین تانکی ما در همین اندیشه ما که در جنگ بزرگ وطنی یعنی اشتراک کرده شده‌اند با اندیشه ما برای همین مانده شده است. مرحمت با اندیشه شما این تانکی که در اینجا گذاشته شده است رمزی چی است؟ چی اهمیتی دارد؟ این رمزی 201 رمزی ارمیای روسیه در تاجیکستان است.